به نام خدا. امشب فصل سوم از کتاب مفاهیم قرآنی اثر دکتر محمد احمد خلف الله رو داریم با عنوان خلافت و بیعت. ولی قبلش یه خلاصه‌ای در مورد فصل قبل که عنوانش بود شریعت و حکم من بگم که به نظر میاد این پاراگراف مهمه یه بار دیگه بشنویم از دکتر خلف الله که اون تصویری که میخواستن که در فصل قبل در ذهن ما ایجاد کنن تو این پاراگراف میشه به خوبی دید که میگه که حاکم بودن پیامبر عرب در میان مردم به این معنا نبود که آنان را به اجبار به هر جا میخواست میبرد و به دلخواه خود به زندگیشان جهت میداد ولی خودشان نمیدانستند. آن حضرت خود در جامعه پیامبری در جامعه اسلامی که بنا نهاده بود میزیست و در مقام پیامبر سخن خداوند را به گوش مردم میرساند و آنگاه آنها را وامی گذاشت. اگر به اقتضای آن رسالت عمل میکردند سود میبردند و اگر نمیکردند زیان میدیدند. و در واقع این تصویری که حالا خلف الله قصد داره که در ذهن ما بنشونه یکی از دوگانه حضرت محمد ابن عبداللهی هست که بر مردم حکم میکنه و حضرت محمد ابن عبداللهی هست که میان مردم حکم میکنه. در فصل قبل ما این رو دیدیم که تصویر جامعه اسلامی رو اینطوری میبینه دکتر خلف الله که جامعه اسلامی سر نداره، یک مدیر نداره، بلکه همه در واقع یک جایگاه قرار دارن و صرفاً پیامبر در میان اوناست و اگر حکمی هم میکنه پیامبر در واقع اون حکم رو در مقام حکم میکنه و نه در مقام حاکم. این حالا یه در واقع سوء تفاهمی بود که پیش اومده بود که وقتی در مورد حکم میخواستن در واقع یعنی معنای حکم رو در قرآن به این صورت می‌دیدن که متعلق به حاکمه و عملی هم که حاکم انجام میده که حکم میکنه رو بهش میگفتن حکومت، در حالی که خلف الله با ارجاعات قرآنی زیادی حالا استدلال آورد و ثابت کرد حالا در اون حدی که خودش میدونست که این در واقع حکم به جایگاه حکمیت در واقع مصدرش جایگاه حکمیت. و حالا این چیزی بود که من از فصل قبل یادم میومد. حالا یه ایده‌ای داشته باشیم و بریم سراغ فصل بعد که فصل سوم هست، فصل خلافت و بیعت. خب که در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که روایتگر گفتگویی است میان خداوند متعال و فرشتگان مقربش. این گفتگو درباره چیزی است که از این پس آن را نهاد جانشینی می‌نامیم. مراد همان جانشین ساختن انسان در زمین توسط خداوند متعال است، به این منظور که مسئولیت آدمی آباد ساختن زمین و مدیریت امور زندگانی در آن بر اساس حق و عدالت و رعایت مصالح عمومی باشد. با بازخوانی گفتگوی یاد شده دو چیز بر ما آشکار می‌شود. نخست موضع‌گیری فرشتگان و دوم بیان خداوند متعال درباره این موضع‌گیری. فرشتگان می‌گفتند این آفریده که قرار است جانشین خداوند شود به مسئولیت‌های خود عمل نخواهد کرد و دست به کاری خواهد زد سراسر مخالف آنچه از او خواسته شده است. او به جای آبادسازی زمین خرابی به بار خواهد آورد و به جای عدالت ورزی دست خود را به خون خواهد آلود. در مقابل خداوند متعال نیز بیان داشت که از چیزی خبر دارد که فرشتگان از آن بی‌خبرند. مراد از این بیان خداوند که بر پایه حکمت اوست این است که قرار است به این جانشین آگاهی‌هایی ببخشد که از فرشتگان دریغ می‌دارد. به این ترتیب روشن می‌شود که فرشتگان از فهم اسرار این جهان
و آنچه در آن است ناتوانند. بر این اساس خداوند متعال ناتوانی فرشتگان را با طرح پرسشی که پاسخی برایش نمی‌یابند برملا می‌سازد. از این رو آنان به ناتوانی خویش اقرار می‌کنند و در برابر شکل‌گیری آنچه نهاد جانشینی نامیدیم تسلیم می‌شوند. این گفتگو در آیات 30 تا 33 سوره بقره آمده است و به این صورت که و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین از قماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو را تنزیه می‌کنیم و به تقدیست می‌پردازیم. فرمود من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید. و خدا همه معانی نام‌ها را به آدم آموخت یا همه نام‌ها را به آدم آموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست می‌گویید از اسامی اینها به من خبر دهید. گفتند منزهی تو، ما جز آنچه به ما آموخته‌ای هیچ دانشی نداریم. تویی دانای حکیم. فرمود ای آدم ایشان را از اسامی آنان خبر ده. و چون آدم ایشان را از اسماءشان خبر داد فرمود آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمان‌ها و زمین را می‌دانم و آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان می‌داشتید می‌دانم. به این ترتیب خداوند متعال جانشین خود را که حکمتش به آفرینش او تعلق گرفته بود پدید آورد. سپس همه فرشتگان بر او سجده کردند جز ابلیس که از آن زمان به بعد میان او و آدم دشمنی افتاد. در قرآن کریم گفتگوی دیگری نیز درباره نهاد جانشینی هست، این بار میان دو فرشته و در حضور آن جانشین در زمین. این دو می‌خواهند به آن جانشین بنمایانند که چگونه از ادای مسئولیتی که خداوند بر دوشش نهاده فاصله گرفته است. آنها برای داوری نزد آن جانشین می‌روند و موضوعی را پیش می‌کشند که به وقایعی میان آن خلیفه و یکی از افراد رعیتش اشاره دارد. این گفتگو در قرآن کریم چنین آمده است که در آیات 21 تا 26 سوره صاد و آیا خبر دادخواهان چون از نمازخانه او بالا رفتند به تو رسید وقتی به طور ناگهانی بر داوود درآمدند و او از آنان به هراس افتاد گفتند مترس ما 2 مدت که از ما بر حق دیگر کرده پس میان ما به حق داوری کن و از حق دور مشو و ما را به راه راست راهبر باش. این شخص برادر من است. او را 99 میش و مرا 1 میش است و میگوید آن را به من بسپار و در سخنوری بر من غالب آمده است. داوود گفت قطعا او در مطالبه میش تو بر میشهای خودش بر تو ستم کرده و در حقیقت بسیاری از شریکان به همدیگر ستم روا می‌دارند به استثنای کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند و اینها بس اندکند. و داوود دانست که ما او را آزمایش کرده ایم. پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رو در افتاد و توبه کرد و بر او این ماجرا را بخشودیم و در حقیقت برای او پیش ما تقرب و فرجامی خوش خواهد بود. ای داوود ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند. در حقیقت کسانی که از راه خدا به در میروند به سزای آنکه روز حساب را فراموش کردند عذابی سخت خواهند داشت. البته اینطور هم نبوده است که خداوند متعال فقط پیامبران را در زمین جانشین خود سازد، بلکه غیر از ایشان افراد با ایمان و صالح را نیز جانشینی بخشیده است. در قرآن کریم در آیه 55 سوره نور آمده است که خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند وعده داده است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین خود قرار دهد، همان گونه که کسانی که پیش از آن بودند جانشین خود قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند آن افتادند نافرمانان.
پدیده قابل توجه در اینجا این است که برپایی نهاد جانشینی منحصر به خداوند متعال نبوده و قرآن کریم در این باره از پیامبر سخن می‌گوید که از این حق پیامبرانی سخن می‌گوید که از این حق بهره بردند. برخی از این پیامبران دیگرانی را به جانشینی انتخاب کردند تا به اجرای مسئولیت‌هایی بپردازند که بر عهده آنان بوده است. در قرآن کریم آمده است که موسی برادرش هارون را به جانشینی خود برگزید تا به نیابت از وی امور جامعه را مدیریت کند. در سوره اعراف آیه 142 می‌فرماید اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. همچنین در قرآن کریم آمده است که خداوند متعال برخی از مردم را جانشین برخی دیگر می‌کند و این زمانی رخ می‌دهد که نسل پیشین به جای انجام کارهای شایسته پیوسته در زمین فساد کنند. خداوند متعال در آیات 13 و 14 سوره یونس می‌فرماید که ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبینات و ما کانوا لیؤمنوا کذلک نجزی القوم المجرمین ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. به این ترتیب برای ما روشن می‌شود که برپایی نهاد جانشینی امری است که شرایط زندگی مردم آن را اقتضا می‌کند و این نهاد تقریباً در هر زمانه‌ای برقرار است. نیز بنا به آنچه قرآن می‌گوید به روشنی درمی‌یابیم که مسئولیت‌های این نهاد که بعدها بخشی از وظایف حکومت شد تا حد بسیاری با مسئولیت‌های پیامبری متفاوت. چه در اینجا می‌توانیم از خود بپرسیم این است که آیا پیامبر عرب حضرت خیلی محمد بن ممنون. عبدالله بله خیلی ممنون. خب تقریبا دیگر اکنون مختصات کتاب احمد خلف الله دستمون اومده. گفتیم که کتاب قصد ساختار شکنی در مفاهیم سیاسی رایج رو در بین مسلمین رو داره با توجه به متن بنیادی، یعنی با توجه به قرآن. بنابراین در اینجا قرآن به عنوان یک امر نو خودش رو تحکیم میکنه تا بتواند معنای دیگری در برابر معانی رایج سیاسی برخی از موضوعات، چون مثلا تو فصل قبل حکم یا شریعت و در این فصل نیز خلافت و بیعت معانی دیگری رو در اندازه با توجه به قرآن. خود این که قرآن اساساً در برابر نهاد سیاسی رایج قرار میگیره تاریخ بلندی داره. یعنی خیلی از اصلاح گرایان و همچنین که انقدر قوت این متن در مخالفت با نهادهای رایج سیاسی بالا بود که به نوعی دستگاه‌های سیاسی بیشتر تمایل پیدا می‌کردن به مثلا مفاهیمی مانند سنت، اجماع و عقل و از این جور مسائل و سعی می‌کردن که، یعنی حق هم داشتن واقعا، خب به این راحتی قرآن به نهادهای رایج سیاسی باج نمیدهد و معانیشون رو دگرگون میکنه. میگم در دوره قدیم هم همین بود، اکنون نیز همین هست. خب این کتاب هم یکی دیگر از تلاش های رایج در این زمینه است برای دگرگون کردن مفاهیم رایج، از جمله بحث خلافت. خب خلافت در لغت و در عرف به معنای جانشینی از کسی هست. خب
اینجا در این معنا خلافت مشروعیت خودش رو از انتساب به فرد درگذشته میبره. یعنی از زمانی که ابوبکر در واقع خود را خلیفت الرسول در واقع نامید، خب یک مقصودی داشت و اونم این بود که مشروعیت من نسب به مشروعیت فرد گذشته میبره، چرا که من در خلف اویم. و عمر مثلا خب چه بسا همین رو میفهمید، جالب بود، تیزبینی دیگری داشت، خودش رو امیرالمؤمنین نامید و به این معنا که نه، مشروعیت من نسب به گذشته نمیبره، با اینکه خودش هم انتخاب به نوعی ابوبکر، ولی مشروعیت خودش رو از امیر مؤمنان بودن میدید. یعنی مؤمنان امیری رو برگزیدن یا رضا دادن یا بیعت کردن با امیر، و همچنین امیر مسلمین هم نخواند. یعنی فقط ماجرا مسلمین تو دیدگاهش نبوده. خب توی کانتکست قرآنی مؤمنین فراتر از در واقع مسلمین می شود. برخی از مسلمین رو چه بسا در بر نگیره، ولی برخی از در واقع مسیحیت و یهودیت هم حالا در معنای حقیقیش در بر میگیره. و چون عمر دیگر حاکم غیر مسلمانان نیز بود، به نظر من این واژه از اونجا در واقع آبش خورش هست. اما به هر حال واژه خلافت پررنگتر شد از واژه در واقع امیرالمؤمنین، و مفهوم رایجش هم این بود که مشروعیت در واقع لاحق منتسب هست به مشروعیت سابق. بنابراین خلیفت الرسول و از اون بالاتر خلیفت الله که دیگه نسب در واقع به خود خداوند میبود و مشروعیت از اونجا تامین میشه. خب اینجا تو دل این مفهوم زمان هم هست، ولی به صورتی که نوک پیکانش مربوط در واقع به گذشته است. از همینجا هم بود که سریع سنت تثبیت میشد، حالا یا سنت رسول یا همین سنتی که رایج در واقع یواش یواش میشد به عنوان نسب در واقع به گذشته، نسب مشروعیت رو به گذشته بردن. اما واژه قرآنی، کاربرد در واقع این واژه در قرآنی دقیقا نقطه بالعکس این. جالب بود که معانی‌های عرفی که گفتم با انتساب خودش در واقع به گذشته و با زمانمندی گذشته گرای خود اساساً برعکس، با اینکه از کاربرد عرفی این لغت شروع کرده ولی برعکس معنای عرفی بود. چون خلف آنچه که در ادامه می آید، آنچه در بعد می آید معنی میده دیگه. در برابر سلف آنچه که در قبل است، خلف آنچه که در بعد است. ولی اینجا خلف چون منتسب میشد به گذشته، مثلا میشد خلیفت الرسول، اینجا انتساب خودش رو به گذشته تحکیم می‌کنه. اما در کاربرد قرآنی اولین جایی که میخوام بهش توجه بدم اینجاست. ما میبینیم که به معنای حقیقی واژه نزدیکتره، اگه بتوانیم گونه بگیم، و یا محققاً بالعکس کاربرد رایج سیاسی است. خلف
خلیفه، استخلاف فقط به معنای جانشینی نیست. اینجا احمد خلف الله، حال نمیدونم اصل کتاب رو ما نخوندیم، ترجمه است یا ذهن خودشه یا یه مقدار سهو لغویه، بلکه به معنای برآمدن دوره تازه است. از اینجا همینطوری یکی پس از دیگری بیاید معنای در واقع خلافت نمیده، بلکه گونه آمدن پس از چیز دیگری است که آن چیز رو دگرگون کنه. داوود برای این خلیفه نامیده می شود که برآمدنش در قوم یهود اساساً یک دوره تازه، یعنی قوم آواره مفلوک منفور در نزد همگان ولی برگزیده از نظر خودشان، اکنون در واقع به حکومت میرسن و به نوعی حاکم بر سرزمینی میشوند که مورد وعده، به تعبیر خودشون مورد وعده خداوند بوده، سرزمین موعود. ما دیدیم در آیات فصل قبل که خود طالوت رو هم به عنوان در واقع یک حاکم خداوند تایید کرد. داوود بعد از طالوته و به گونه‌ای با طالوت در واقع درگیر می شود و طالوت، حالا در تورات، اینجا دیگه در قرآن است، طالوت می میرد و نوبت آمدن داوود میشه. با آمدن داوود اتحاد میان قبایل بنی اسرائیل پررنگ می شود و آنها وارد بیت المقدس دیگه میشه. پس اینجاست که داوود خلیفه میشه، یک چیزی، یک دورانی در واقع شروع میشه. آدم خلیفه میشود در زمین، یک دوران جدیدی آغاز میشه. ببینید اینجا دیگه کاملا برعکس اون کاربرد رایج کلمه است که خلیفه میشد چی؟ چون نسب به گذشته میبرد میشد امتداد مشروعیت گذشته، در حالی که اینجا برآمدن دوره تازه است. چند تا از این آیاتی که خونده رو با این دیدگاه بخونیم تا این برآمدن دوران تازه رو ما بفهمیم. ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبینات و ما کانوا لیؤمنوا کذالک نجزی القوم المجرمین ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. قطعا نسل های در واقع پیشین ستمکار را ما به هلاکت رساندیم، هرچند پیامبرانشان برایشان دلایل و بیینه روشن آوردند ولی قصد آن نداشتند که ایمان بیاورند و این گونه است که ما مردم مجرم را جزا میدهیم. آنگاه شما را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار میکنیم. پس ببینید اینجا دست عوض شده، بنابراین صحبت در واقع خلائف فی الارض. همین دست عوض شدنه تو واژه در واقع خلافت مستتر. از همینطوری مثلا به صورت پدر پسری آقا یک چیزی تغییر کنه ولی دورانی بر هم نخوره، قرآن تعبیر خلافت رو به کار نمیبره، چون بعدی نبوده به اون معنا، امتداد در واقع همون چیز بود.
یا در واقع اون آیه در واقع وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. خدا به کسانی که از شما ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وعده داده که حتما آنها را در زمین به خلافت برسند، همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند را به خلافت رسند و آن دینی. بنابراین ببینید اصلا اینجا معنی جانشین نمیده. تو کلمه جانشین هم باز اصل و اعتبار رو شما میارید برای اینکه جای چه کسی نشسته است و این رو امتداد میخورید دیگه. خب میگی جانشینی درست یعنی چی؟ یعنی آقا یارو مرد آب از آبم تکونی نخورد، همون رسم ادامه داره، برای همین جانشین میذارن دیگه. یعنی بیشتر حتی معنای جایگزینی میده تا جانشین. اینا رو باید دقت کرد. چرا که در آیات خلافت یعنی اینکه دورانی بر هم میخورن، رسمی بر هم میخورن. این بار در واقع کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح در واقع انجام دادن به خلافت میرسن. دقت کنید در واقع بنابراین به این کاربرد واژه. پس یه تداومی که رسمی رو بر هم نزنه، همه چیز همان چه که بود بازم باشد، حالا فقط به یه اسم دیگه که یکی جانشینی یکی دیگه ای شده، این ماجرا رو خلافت نمیگه قرآن. و آیه در واقع مهمتر همون آیه معرکه آرای همگانی و آیه‌ای که تا ابد در واقع آیه است، مکالمه خدا و فرشتگان بر سر خلافت آدم. روایتی که در تورات نیست و به نوعی در واقع خاص قرآن است و روایت بسیار هم عجیبیه. معرکه آرای در واقع عرفا، فلاسفه، همه اینو در واقع خود متکلمین، خود مفسرین اساسا که اینجا داره چه اتفاقی میفته در این صحنه در واقع قصه. خب توی سیاق قرآنی توی سوره بقره سوره عهد در واقع شکنی هست، عهد شکنی انسان با خدا که دیگه اوج و نمادش هم بنی اسرائیل هست که مدام در این سوره به عهد شکنی هاشون اشاره میشه. اول ماجرا با خود همین عهدی است که با آدم بسته میشه و اینجا گویا عهد شکنی یک سابقه طولانی پیدا میکنه، عهد شکنی انسان با خود. و بعد ولی بازگشت به این عهد، یعنی آدم سرنمونیه که هم عهد میشکنه هم باز میگرده به این عهد و بقیه مفصل دیگه در واقع میشود قصه این عهد بستن ها و عهد شکستن ها. و به نوعی این سوره‌ای که به قول مفسران میگفتن کوهان قرآنه موضوعیت خودش رو و رشته کلام خودش رو در ماجرای عهد پیدا میکنه. بعد دیگه این عهد زمینهای مختلفی پیدا میکنه. در شریعت هم میاد که خود اون هم در واقع به یک نوعی عهدی دیگر است. در نجات بنی اسرائیل میاد که او هم عهد دیگر است.
و در نهایت تثبیت میکنه عهد مؤمنین رو با خداوند. آیات قبله میآید که او هم در واقع باز عهدی دیگر است. همه اینا حول و حوش مفهوم عهد سامان پیدا میکنه. خب آیه معرکه آرا اینگونه شروع میشه که وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خب اینجا جالبه، با توجه به معنایی که خلیفه رو کردیم دیگه برامون روشن میشه. خود آیه هم سیاقش همین رو به ما نشون میده که آقا خلیفه‌ای در زمین نویدش داده میشه. خب یه خلیفه‌ای در زمین نویدش داده میشود، این که یکی هم بیاد مثلا جانشین حکومت این هم بشه نیست دیگه، حتی اینکه رسمی بر هم میخوره دیگه. ادامه آیات رو در واقع که خوندم دقت کنید، دیگه فرشتان نگرانن. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. دیگه دورانی داره در روی زمین عوض میشه. خداوند این جمله ملائکه رو انکار نمیکنه. بله این هم میشود، بعد این گونه در واقع به نظر من آیه رو که خونها ریخته خواهد شد و فسادها برپا خواهد. زمین اون پاکی و قداست زمان فرشتگانیش رو دیگه از دست میده. این اصل برای همین خلافت، یعنی خلافت یعنی اینکه دیگر ما میتوانیم بگوییم از اینجا به بعد یه چیز دیگه ای شد، رسمی دیگر آمد، نه فقط آدمی جای آدم دیگری آمد. دقت کردید؟ دیگر عصر در واقع فسادها و خونها هم هست روی زمین. برای همینم ماجرا اول با برادر کشی شروع میشه و یسفک الدماء. قرآن این رو رد نمیکنه. خداوند این مکالمه که مکالمه در واقع سختی هم هست، توی خود روایت این سختی مشخصه. حساب کنید یک طرف روایت داره میگه همین هم هست، ولی باز هم در واقع باید این استخلاف طی بشه. طرف دیگر نه اینکه این رو رد کنه، همونطور که گفتم میاره سطح ماجرا رو بالا، سطح دید رو بالاتر. یه علی رغم این ماجرا یه چیز دیگه ای هم هست. اونها میگویند که در دوره ما نحن نسبح بحمدک و نقدس لک و قال انی اعلم ما لا تعلمون. جالبه. جایگاه راوی رو ببینید، و از قال ربک، یعنی دقیقا راوی اینا هم صنعت التفات قرآنیه. گوینده یکیست، صنعت التفات قرآن بی‌نظیره واقعا. هنوز اساسا من ندیدم به این راحتی اساسا بشه صنعت التفات رو انجام داد. یعنی راوی بتواند ناگهان از سوم شخص در بپره، دوم شخص بپره، اول شخص دور بشه، نزدیک بشه به ماجرا، خودش رو درون ماجرا روایت کنه، بعد بیاره بیرون. ولی چون خداوند در واقع مطلق هست، تجلیش در قرآن همین صنعت التفات شد. مطلق هست یعنی همه چیز رو شامل می شود، همه جا رو در بر می گیره. می‌بینیم راوی قرآنی هم همه جا هست. اکنون بنابراین با محمد داره صحبت میکنه، از قال ربک، همون ربش داره صحبت میکنه. هنگامی که یعنی دور میشه در مقام الوهیت، و همون پروردگار تو همونیه که به ملائکه در واقع گفتش که
آدم رو میخوام خلیفه در زمین. پس ببینید اولین معنای خلیفه یعنی این دوران تازه، صفحه ای از تاریخ ورق میخوره، نه جانشینی که به معنای تداوم سنت گذشته است. این به معنای خلافت. حالا از این معنای قرآنی استفاده کنیم، بله اومدن ابوبکر بعد از پیامبر این یک خلافتی هست. به چه معنا؟ ولی به معنای اینکه یک دورانی دیگر تموم شد، یک دورانی اساسا برای بشر تموم، پایان پیامبر. نه به معنای اینکه پس از رسول اومده و مشروعیتش رو از رسول بود، به معنای پایان یک دوره. خلافت اساسا یعنی همین، یعنی پایان یک دوره و آغاز دوران جدید. نه تداوم دوران گذشته. این در معنای قرآنی میگم. در معنای رایج سیاسی در میان مسلمین شد تداوم دوران گذشته، در کاربرد قرآنیش پایان یک دوران و برآمدن دوران تازه. خب حالا اینجاش دیگه شاید به فصل ربطی نداشته باشه، این نکته رو داشته باشید. ندیدم که احمد خلف الله اشاره کنه که اساسا این خلافت معنای چیه، به معنای ساده جانشینی گرفت. ولی خب آیم لطفش اینه که تا آخرش بریم. خب قال انی اعلم ما لا تعلمون، گفت که من چیزی میدانم که شما نمیدانید. و بحث در این است که اکنون روایت با ما میگی که پس یک طرف ماجرا اما خداوند چه میداند که ملائکه نمیدانند. این نمیگه ملائکه غلط میگن، و بنابراین خداوند پذیرفته که یفسد فیها و یسفک الدماء، در زمین خونها برپا خواهد شد با خلافت آدم و فسادها خواهد شد. ولی میره یه چیز دیگه ماجرا رو میگه که چه چیز میداند. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب خیلی رفتن دنبال این که اساسا از یه جای دیگه بگن خداوند چه چیز میدانست، و گوی خداوند رها کرده از این جایی که دیگه میگوید من یه چیزی میدونم که شماها نمیدونید، در حالی که همون چیزی که میدوند رو در ادامه صحنه اساسا رو میکنه دیگه و اثبات میکنه به ملائکه که چیزی میدونسته که اونها نمیدونسته. در مورد کی؟ در مورد همین آدمه. اما چون ملائکه خطاب درباره خداوند درباره آدم صحبت میکنه و میگن که فساد کرده است و خون ریخته است، خون میریزه. حالا میاد یه کار دیگه ای میگه که آقا آدم یه کار دیگه ای هم میکنه و تمام ماجرا تو اینجاست. آدم اسم گذاری میکنه، هرچند به همون در واقع قدرت الهی که یا انشاء الهی که همه کارهای در واقع حالا خلقت هم همین گونه است دیگه. هرچند آدمی میکند ولی کل انشاء تا برسد به اینکه آدمی قادر بر اون کارم باشد هم دیگه انشاء خداوند. اینجا هم همینطوره. خب اینجا به ما نشون داده میشه که
به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. یه چیزایی رو نشون میده به اسماء در واقع اینها مرا خبر کنید. و فرشتگان نمیتوانند، فرشتگان فاقد در واقع زبانند. اون تسبیح و تقدیس غیر زبانی بوده، یا اینکه اساسا اگر هم در واقع زبانی بوده، زبان بین صرفا ملائکه و در واقع خداوند. به نامگذاری و نامیدن چیزها نرسیده. نامیدن چیزها یعنی ارزش گذاری بر چیزها. ارزش گذاری بر چیزها یعنی آغاز حکم بر چیزها. حکمی به همون معنای فصل قبل. اکنون زمین با ارزش گذاری تازه‌ای روبرو میشه، چرا؟ چون موجود ناطق، موجودی که میتواند بنامد اومده است و با قضاوت تازه و با حکم تازه. دقت کنید اینجا ماجرای اسما و مرحله در واقع نطقه خیلی مهمه که بقیه مراحل رو در خودش در واقع داره. اینجاست که خداوند میگوید که اساسا زمین با یه ارزش گذاری جدیدی روبرو میشود. فرشته است که اینا رو میگه من یفسد فیها و یسفک الدماء. نگاه فرشته واره. اینجا با این اسم گذاریه دیگه ما نمیدونیم چی میشه. دیگه باید تن داد در واقع به یک چیز ندانسته. یعنی آنکه خدا هم میداند، چه بسا همین است که کسی نمیداند چه میشود. شاید اونی هم که فرشتگان میشه، اونها قطعی میگن، اینجا هم در واقع میگه یعنی میشود که شاید. ولی به هر حال دیگر زمین وارد یک دنیای ارزش گذاری جدیدی میشه. چرا؟ چون نام های جدیدی پیدا میشه. حدیث یعنی سخن مهمی در عرفان هست، فلسفه خلقت و حدیث کنز مخفی. کنز مخفی بودم، میخواستم تا شناخته شدم. خب خداوند علم داره ولی شناخت به نوعی نداره. شناخت مربوط در واقع یا خاصه آدمیه. چرا؟ چون شناخت تدریجیه. خداوند علم مطلق و آخر قصه رو میدونه، آخر چیزها رو میدونه. ولی خب کسی که آخر ماجرا رو میدونه یه چیزی رو نمیدونه، نمیتونه هم بدونه دیگه، یعنی نمیتونه شناخت پیدا کنه که روند شناخت چگونه است. یعنی مثالی بزنم، مثلا کارگردان فیلمی، این خودش فیلم تو ذهنش بوده، ساختتش هم و پازل های فیلم رو در واقع کنار هم میچینه و بنابراین فیلم وقتی که پخش میشه، کارگردان فیلم کلشو میداند. این در جایگاه علم به فیلم. بیننده در جایگاه همون شناخت فیلم تدریجی. لذتی دیگرسان اساسا دارد، روند کشف در واقع فیلم.
که کاملا هم در واقع از اون نگاه و علم کارگردانی جداست. یه دی اساسا نفهمم فیلم رو، یه دی در واقع از یه جاش بفهمن، یه دی از یه جای دیگهش بفهمن. این دوتا دقیقا تو دو دایره در واقع آگاهی هست نسبت به هم. این هم که بنابراین خودتون ماجرای عرفان میگیم کنز مخفی بودم میخواستم شناخته شوم، یعنی خداوند شناخت نداره از خود. اکنون همون کارگردانم چرا که علم داره به خودش، یعنی خودش رو که نمیتواند تدریجی درک کنه، این انسانه که تدریجی میتواند درک کنه. و بنابراین گویی اساسا اگر خلقت نبود، فلسفه در واقع دنیا یه چیزی رو کم داشت، اونم اینو که شناخته کم. مثل فیلمی که کسی نبینتش، به محض دیدنم شناخت حاصل می شود نه علم. کارگردان 1000 بارم فیلم خودش رو ببینه، شناخت واسه خودش حاصل نمیشه. چرا؟ چون آخرش رو میبینه، میدونه. به این نکته در واقع خیلی باید دقت کرد. اینجا هم توی آیه خلافت آدمی همین ماجراست. همه چی خوب بوده تو فیلمه، فرشتگان هم همینو میگه. حالا چرا باید تن داد به یکی که بیاد ما رو ببینه، اسم بگذاره و بشناسه؟ و توی این روند دقیقا همونطور که در مورد مثال فیلم زدم، اون که یه دی ول کنم برم، میگه اصلا این چه فیلم مزخرفی، اصلا یه دی حوصله‌شون نگیره، یه دی تو سر کله هم بزنه. بنابراین این دوتا مکالمه ای که، یعنی دو طرف مکالمه، دو دید مختلفه. یکی اینکه آقا این که همه چیش خوبه، چرا میخوای دستش بزنی؟ و یکی اینکه یه طرف میگه که خب کم داره اینجایی که همه چی خوبه، یه نگاه دیگر رو کم داره که ما رو در واقع بشناسه و اون وقت چیزای خودش هم، عوارض خودش هم داره، رد نمیکنه اون عوارض. ولی میگه همه این نکته نیست. بنابراین با خلافت آدم، ورود دنیا به مرحله در واقع ناشناخته، یا ورود در واقع دنیا به ناشناخته است که اندک اندک حالا شناخته. و خداوند در واقع این طرف وای میسته توی این دیالوگ، تن به این ناشناخته ها میدهد، برویم ببینیم چه شد ها میدهد، چه میشود ها میدهد. ولی فرشتگان نه، از همون اول دامن رو جمع میکنه که چرا. یک طرف مکالمه میگوید همه چی که خوب است، چرا در واقع امر دیگری وارد شود؟ یکی دیگر میگوید که همین که همه چی خوبه، یه چیزیش ناقص، اون من باید بنابراین برای کامل شدنش به هر قیمتی در واقع طرف سومی هم اضافه شه. خب ادامه بدیم متن رو. تا اینجا گفتیم پس خلافت در کاربرد قرآنی به معنای برآمدن دورانی دیگر است و اتفاقا مشروعیتش رو از خودش میگیره.
در کاربرد رایج سیاسی به معنای ادامه دوران قدیم هست و مشروعیتش رو از قدیم. حالا ادامه میده که آنچه در اینجا میتوانیم از خود بپرسیم این است: آیا پیامبر عرب حضرت محمد ابن عبدالله به سنت پیامبران پیش از خود عمل کرد و مانند موسی که هارون را به جانشینی خود برگزید جانشینی برای خود مشخص فرمود یا خیر؟ اگر چنین کرده بود پس چرا صحابه اهم از مهاجران و انصار در روز درگذشت پیامبر با خلیفه اول بیعت کردند و آن بگو مگوی خشونتبار در سقیفه بنی ساعده رخ داد؟ آیا این بیعت نوعی تحصیل حاصل بود مانند بیعت یثربیان با پیامبر که اثری بر برگزیدگی آن حضرت پیامبری نداشت؟ این دو بیعت یعنی بیعت یثربیان با پیامبر و بیعت صحابه با خلیفه اول را تا کجا میتوان به هم شبیه دانست؟ بایسته است که برای این پرسش ها پاسخی بیابیم و این پاسخ تنها زمانی صحیح خواهد بود که به مفاهیم قرآنی بیعت و خلافت رجوع کنیم. نخست به سراغ ریشه کلمه بیعت میرویم که بیعه است و کلماتی چون باعه، بایعه و مبایعه از آن برآمد. مبایعه در اصل یعنی تبادل مال با مال که از بیع میآید، اما بعدها به جای معاهده هم به کار رفت، چرا که در اینجا هم نوعی تبادل حقوق رخ می‌دهد. در قرآن کریم نیز این واژه بیشتر در معنای دوم یعنی در موارد غیر مالی به کار رفته است. خداوند متعال می‌فرماید: ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم وان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به بهای بهشت خریده است. همان کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است که در تورات و انجیل و قرآن برگرده خداوند است و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله‌ای که با او کردید شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ است. خب اینجا احمد خلف الله گفتش که مبایعه در قرآن به معنای غیر مالی به کار رفته و این آیه رو شاهد آورد، در حالی که خب می‌بینیم در اینجا هم نه، اتفاقا به معنای مالی به کار رفته و همون معنا رو مجاز کرده به معامله میان خداوند و بندگان که اینجا خداوند در نقش خریدار بازی میکنه. یکی از گفتمانهای رایج قرآنی این ماجرای در واقع بیع هست، خرید و فروش، و آنهایی که خداوند را در واقع میفروشند به ثمن بخس و دراهم معدود، اونجایی که یوسف رو در واقع میفروشند، اینها در واقع تاجران ضررکاری هستند، بد تجارتی کرد به قول سوره بقره. ولی خداوند اموال و انفس مجاهدین رو خریده است. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، میکشند و کشته میشن. یقاتلون فی سبیل الله، و خداوند جانها و مالهایشان را خریده است به بهشت. این آیه رو سید جمال الدین اسدآبادی خیلی در واقع دوست داشت، بارها در واقع میخونده تو نوشتاش. این آیه اشاره میکنه، مگر گویی دیگر نشنیدند از یادشان بردن
که خداوند اموال و انفس مؤمنین را در واقع خریداری کرد. خب همچنین میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرة یأخذونها. به راستی که خداوند هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنان خوشنود شد و آنچه در دلهایشان بود باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیک را به آنها در واقع پاداش داد و همچنین غنایم فراوان داد. سوره در واقع فتح اشاره در واقع به بیعت شجره داره، اون بیعت معروف در واقع در زیر اون درختی که اکنون هم حاجیان در واقع به مکه می روند. یکی از مکانهایی که می توانه احرام ببندن همون مسجد شجره هست که اشاره در واقع به این بیعت مؤمنین با رسول داره هنگامی که بدون سلاح خارج شد با یارانش به قصد مکه، به قصد حج و در سال در واقع 7 هجرت بود و خالد ابن ولید راه رو بر محمد و یارانش بست بدون سلاح. یعنی اینجاست ماجرا. و از یک طرف اون اباحت پیغمبر که بدون سلاح ناگهان وسط این جنگ ها پیغمبر با یارانش راه افتاد اومد به سمت مکه در موسم حج. ولی از یک طرف هم خب خالد همون روز ایمان نیاورده بود، ولی خالد جلوی این سپاه رو گرفت ولی گزندی به این سپاه نرسید. پیامبر عثمان رو فرستاد، بعد برای پادرمیانی عثمان برنگشت. اونجا ولوله‌ای در واقع در میان مسلمین افتاد که عثمان رو گرفتند و بنابراین عنقریب است که به خود ما نیز حمله کنه. و پیامبر در واقع اونجا گفت تا عثمان برنگرده از اینجا بر نخواهد گشت و اونجا بود که همه با دست خالی با محمد در واقع بیعت کرد در کنار اون شجر که دیگر تا پای خون خودشون هم در واقع میستن پای پیغمبر. و خداوند اینجا رو خیلی در واقع تصویری روایت میکنه و ادامه میده که ان الذین، تو همین بیعت شجره رو خداوند هم میآید و دستشو میذاره روی بیعت، دست در واقع بیعتی که همگان دراز کردن برای بیعت با پیغمبر. ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. در حقیقت کسانی که با تو بیعت میکنند جز این نیست که با خدا بیعت میکنند، دست خدا بالای دست آنهاست. پس هر که پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان میشکند و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودی زود خدا پاداشی بزرگ به او میبخشد. دقیقا این بیعت رو مترادف با بیعت خودش میدونه خداوند. دقیقا در نقش یک شخص وارد در واقع این بیعت میشه و دست خودش رو میذاره روی دست همه بیعت کنندگان با محمد. رسم بیعت اینه که خب صاحب بیعت دست رو دراز میکرد و بیعت کننده دست رو میذاشت روش. اکنون خداوند میاد میگه دست منم روی در واقع این بیعت، منم در واقع طرف این بیعت هستم. برای همین
هر که در واقع بیعت شکند، اول مقام با خودش هست که بیعت شکسته است و هر که در واقع پابند بمونه به زودی در واقع پاداش خودش رو دریافت خواهد از خدا. خب یه مقدار سرعت بدیم. در تمام این آیات مراد از مبایعه همان معاهده است، به ویژه در آیه اخیر که بر دو هم تصریح دارد. نخست اینکه کسانی که با پیامبر بیعت میکنند در حقیقت با خداوند بیعت کردند و هنگام این مبایعه دست خداوند بالای دست آنان است که در حقیقت یعنی تاکید بر این مبایعه یا معاهده، از این رو که مبایعه است با خود خداوند متعال. دوم اینکه وفای اینان به پیمانشان بر خداوند متعال پاداش الهی عظیمی برایشان در پی دارد و در مقابل هر که پیمان شکنی کند به زیان خود عمل کرده و عذابی عظیم خواهد دید، چرا که به خداوند متعال و پیامبر خیانت کرده. بیعت‌هایی که در قرآن کریم به آنها اشاره رفته، یکی بیعت اول عقبه است که طی گروهی از اوسیان و خزرجیان اسلام آوردند و دیگری بیعت دوم عقبه که ما را آن را معاهده دو قبیله اوس و خزرج با پیامبر قلمداد می‌کنند. سیره‌نویسان و تاریخ‌نگاران اسلامی که ماجرای این بیعت را برای ما روایت می‌کنند روشن می‌سازند که در وهله نخست مراد از آن تنها حمایت از پیامبر در برابر سوء قصد مشرکان مکه بوده. در این میان پیروزی از آن دین تازه پیامبر شده و گروندگانش آن را در سرزمین‌های عربی گستردند و در زندگانی آدمی پایدار ساختند تا اینکه بنا به حکمت و مشیت الهی این دین عربی به دین جهانگستر تبدیل شد. در کتاب‌های سیره آمده که عباس بن عبدالمطلب پسر عموی پیامبر در این بیعت حاضر بود و از دیگر حاضران برای برادرزادش پیمان می‌گرفت، حال اینکه خود هنوز اسلام نیاورد. در اینجا به برخی ابعاد این بیعت اشاره می‌کنیم تا چند و چونش را دریابیم و بفهمیم که چنین بیعتی تا چه اندازه بر امر نبوت و رسالت اثرگذار بوده و تا چه اندازه بر اقتدار و سلطه‌ای که عمدتاً به رؤسای حکومت‌ها اعطا می‌شود گروهی متشکل از 73 مرد و 2 زن عازم حج بودند. آنان پس از به جا آوردن حج این پیمان عقبه اول را دارند. در عقبه با پیامبر ملاقات و بیعت کردند، چنان که گفتیم عباس در این بیعت حاضر بود و مسئولیت پیمان گرفتن از حاضران برای برادرزاده خویش را بر عهده داشت. او خطاب به بیعت کنندگان گفت: ای گروه خزرج، شما مقام و شخصیت محمد را نزد ما میدانید و ما تا به امروز در مقابل قوم خود، آنان که مثل ما درباره او فکر میکنند، از او دفاع کرده ایم و از این پس نیز در میان قوم خود عزیز و محترم است و در کمال امنیت به سر میبرد. ولی خود او خواسته به شما بپیوندد و به شما ملحق گردد. اگر به راستی آمادگی و استعداد آن را دارید تا به آنچه میگویید و پیمانی میبندید وفادار میکنید و او را از آزار دشمنان و مخالفانشان محافظت کنید، پیمان خود را ببندید و آمادگی خود را اعلام دارید. ولی اگر آمادگی ندارید و نمیتوانید او را در برابر مشکلات حمله دشمنان محافظت کنید و چون به نزد شما آید او را تسلیم دشمن خواهید کرد، همکنون او را به حال خود واگذارید، زیرا چنانچه تا به حال از او دفاع کردیم از این پس نیز دفاع خواهیم کرد. در آن روز سخنان پیامبر حضرت محمد بن عبدالله خطاب به این جمع چنین بود: باید همانطور که از زنان و فرزندان خود دفاع میکنید از من نیز دفاع کنید. رئیس این گروه نیز چنین پاسخ داد: سوگند به آنکه تو را به نبوت مبعوث فرموده، ما همانطور که از ناموس خود دفاع میکنیم از شما نیز دفاع خواهیم کرد. در اینجا ابن هشام نقل میکند که یکی از حاضران تقاضای محکم کاری کرد و چنین گفت: ای رسول خدا، میان ما و یهود پیمان و رشته هایی بسته که ما بدین ترتیب آنها را قطع و پاره خواهیم کرد، چنان نباشد که ما پیمانهای خود را با یهود قطع کنیم و شما نیز چون بر دشمنان خود پیروز شدی ما را رها کرده دوباره به سوی قوم خود بازگردی. پیامبر در پاسخ این مرد فرمود: خون شما
و حرمت من حرمت شماست. من از شما آیم و شما از منید. می جنگم با هر که با شما جنگید و صلح میکنم با هر که با شما صلح کنم. این همون فراز معروف در واقع این بیعته که الدم مدم و الحد ملحد، خون من خون تو و بخشش در واقع تو بخشش من خواهد بود. قصد کنی خون بریزی در واقع پایتیم، قصد کنیم ببخشی پایتیم. بعدها در واقع اهل مدینه حقیقتا حق این بیعت عقبه اول رو گذاشته حقیقتا. و معروف در واقع در جنگ احزاب که کار به نوعی تمام شده تلقی میشد، به نوعی همین شعری رو میخوندن یا شعاری رو میدادن که نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما حینا ابدا. ما کسانی هستیم که با محمد پیمان جهاد بستیم که تا وقتی که زنده و بنابراین پای این بیعت موندن. خب این بیعت ها دو معنا دارد: ورود به اسلام و ادامه زندگی بر اساس ارزش های دینی تازه همراه با فروتنی در برابر خدا و نه پیامبر خدا. به این معنا که اگر هم از پیامبر اطاعت شود از خدا اطاعت شده است. من یطع رسول فقط اطاع الله و ما ارسلنا من الرسول الا لیطاع باذن الله. خب حمایت از پیامبر خدا در برابر آزارهای قریشیان و پذیرش آن حضرت و تصدیق کنندگان و گروندگان به ایشان که به یثرب مهاجرت میکنند یا به آنها پناهنده شوند و اینکه به این مهاجران در این هجرتگاه حقوقی برابر با خود یثربیان داشته باشند. پس از اینکه پیامبر در شهر یثرب استقرار یافت و آن شهر را پایگاه خود ساخت و به خاستگاه خود دعوت جدید خود تبدیل فرمود، قرآن کریم از وی خواست که بیعت زنان مؤمن را نیز بپذیرد. تو هم پیمان عقبه اول در واقع معروفه که حالا 3 تا زنم بود و اونها هم بیعت کرد. خداوند متعال در واقع میفرماید یا ایان نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. ای پیامبر، چون زنان با ایمان نزد تو آیند که با تو بیعت کنند که چیزی را با خدا شریک نسازند، دزدی نکنند، زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند و بچه های حرام در واقع حالا ترجمهش میشه که با بهتان چیزی رو به در واقع دیگران نبندند و لا یعصینک فی المعروف فی معروف، به نوعی در کار در واقع نیک از تو در واقع عصیان نکنن. لا یعصینک فبایعهن، پس با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه، زیرا خداوند آمرزنده مهربان است. خب بله، معنیش همینه که کوثر گفت. یکم معانی در واقع مصداقیش هم همین میشه. پیداست که این آیه سنگ بنایی است برای مشارکت زنان در محقق ساختن تغییرات ریشه‌ای هنگام پیدایش در واقع دوران جدید با زیربنایی تاست. در اینجا سخن خود را این گونه به پایان میبریم که این بیعت از سنخیان بیعت‌هایی نیست که رؤسای حکومت ها از مردم میگیرند. نیرویی که امور این جامعه جدید را رقم میزند نیروی پیامبری است، نیرویی است که تصمیماتش از جانب خداوند متعال گرفته میشود.
لذا پیامبر اکرم در جایگاه تصمیم گیری نیست مگر در مواردی که خداوند متعال و توضیح تصمیمات الهی به او چنین اجازه‌ای داده باشد، از قبیل تبیین و توضیح تصمیمات الهی برای مردم. خب پیامبر اکرم نبی و رسول بود و خداوند از اختیارات برخواسته از مسئولیت پیامبری برخوردار ساخته بود، نه اختیارات برآمده از جایگاه پادشاهی یا ریاست حکومت. آن چیزی که میتوان با نظر به آن گفت اسلام دین است و دولت خلافت است، نه نبوت و رسالت. این یعنی اسلام به مثابه حکومت هنگامی پدید آمد که نبوت و رسالت پایان گرفت و جناب ابوبکر پس از اینکه مردم وی را برگزیدند اختیار منابع جامعه عربی اسلامی را در آن روزگار را به او سپردند، مدیریت امور را در جامعه جدید بر عهده گرفت. در اینجا بایسته است که در هر مسئله جانشینی بنگریم تا دریابیم که نظام خلافت چگونه پدید آمد و چه میزان از شروط لازم برای آنچه امروز حکومت مینامیم در آن روزگار برای نظام تحقق یافت. خب رسیدیم به اولین در واقع جمله بخش ب. خب فکر کنم اینجا متوقف شیم. بفرمایید دوست. خب احیانا دوستان صحبتی نداره در این موضوع. خب گویا که صحبتی نداره. خب فعلا ما بحث بیعت رو انجام دادیم. بحث خلافتش میفته برای شبهای دیگر.